یه میلگرد رو وسط خمش کن و ببندش روی گیره. حالا یه تسمه سوراخ‌دار وسطش جوش بده و پایین تسمه یه میله 1 سانتی جوشکاری کن. پایین میلگرد یه سوراخ و یه قلاویز بزن، یه فنر بنداز داخل میله های 1 سانتی و یه پیچ و مهر ببند رو تسمه هایی که جوش دادی. حالا بسته اتصال منفی رو ببند و ازش به عنوان یه انبر اتصال منفی حرفه‌ای استفاده کن. 2 تا سوراخ روی میله بزن و یه قفل زنجیر موتور از داخلش عبور بده. حالا 2 تا مهره وسط میله جوش بده تا بتونی فنر رو بندازی داخلش و قفل زنجیر رو که جا بزنی دیگه این فنر در نمیاد و حالت فنری خودشو داره. و حالا انتهای میله بلنده رو یه سوراخ بزن و اگه قلاویز داشتی یه قلاویز روش بزن تا بتونی راحت‌تر پیچ اتصال رو روش ببندی و اگه قلاویز نداشتی یه پیچ و مهره روش ببند و یه دسته پلاستیکی و یه شیلنگ هم داخلش جا بزن و شما یه انبر حرفه‌ای و کاربردی ساختی. یونیک سنتر رو دنبال کن، کلی آموزش رایگان و خفن ببین.